الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدم، بارک الله فیکم. این حلقه 78 بإذن الله تعالی از حلقه شناسایی و آموزش کلمت التوحید است که لا اله الا الله محمد رسول الله می باشد. معنیش نیست معبود بر حق بجز الله و محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله هستند. بارک الله فیکم. این حلقه هم دوام دهنده بیان مسائلی که تعلق به شرط ششم صحت لا اله الا الله دارد. ما به شما در حلقه گذشته بیان نمودیم که شرط صحت لا اله الا الله 7 است و حالا ما شرط ششم را، مسائلی که تعلق به شرط ششم صحت لا اله الا الله است، به شما بیان میکنیم و به شما بیان گشت که شرط ششم لا اله الا الله این القبول است. معنای قبول لغتا و اصطلاحا و مکان قبول، اصل قبول، محل قبول، علاقه قبول به انقیاد و دیگر از مسائلی که تعلق به قبول داشته. امروز باشد ما میگیم مسئله نو در بیان موضوع قبول. در حقیقت قبول علاقه شدید به دیگر شرط های لا اله الا الله دارد. لا اله الا الله 7 شرط دارد: علم نابود کننده جهل، یقین نابود کننده شک، شبهه و ریب، صدق نابود کننده کذب و نفاق و اخلاص نابود کننده شرک، محبت نابود کننده بغض و کره و قبول نابود کننده رد. پس همین قبول به نهایت علاقهش سخت به دیگر شرط های لا اله الا الله دارد. البته قبول حق و تام، قبول کامل که شریعت این قبول را قبول معتبر و به اعتبار گرفته می داند، لازم داننده دیگر شرط های لا اله الا الله است. وقتی که قبول انسان حقیقی می شود، بعد از این باید علم هم به وجود بیاید، یقین، صدق، اخلاص، محبت، انقیاد، همه چیز به وجود میاد. البته بعضی از شرط های لا اله الا الله به قبول به وجود آمدنش هم ممکن است و این چنین قبول هم بدون بعضی از شرط های لا اله الا الله به وجود آمدنش ممکن است. اما در هر دو حالت هم لا اله الا الله درست نیست، صحیح نیست و به انسان و به صاحبش فایده نمی بخشد. یعنی اگر یکی از این شرط های لا اله الا الله نابود شود، لا اله الا الله صحیح نیست. پس مثال ها رو ما خلاصه رو به شما ذکر میکنیم و علاقه قبول رو از دیگر شرط ها ذکر میکنیم. در بعضی حالت ها اولین مثال این است که در بعضی حالت ها بنده لا اله الا الله را قبول میکند، میگوید که نیست معبودی بر حق بجز الله و محمد رسول الله است، من قبول میکنم، اما عمل نمیکند. به مقتضا و به معنای و به دلالت و طلبات لا اله الا الله کلمت التوحید عمل نمی کند. پس حال این انسان چی است؟ حالش کفر است. و کفرش از کدام نمودی کفر است؟ کفرش از نمودی کفر اعراض، کفر امتناع و تولی است. کفر سرکشیدن، کفر ترک عمل، کفر سر فرود نآوردن و سرکشی کردن. و اگر عکسش رو ذکر کنیم، مثلا یک کسی عمل کند اما قبول نداشته باشد، این چنین انسان ها هست یا نیست؟ البته وجود دارد. منافقا که عمل میکنند، ظاهرا ما میبینیم که در بین من و شما مسلمان ها منافقان اعتقادی هستند که عمل میکنند، نماز میخونند، روزه میدارند، ظاهرا میبینیم، اما قبول ندارند. به قلبشان اصل قبول رو در قلبشان ندارند.
پس اینها هم به کفر واقع شدند، کافرند. اما کدام نمود کفر اینها دیگر نمود کفر است. مثل پیش از خودش گذشته کفر اعراض، کفر امتناع تولی نیست. کفر اینها کفر نفاق است که ما ذکر کردیم. نفاق این کفر است و نفاق ضد صدق است. ضد صدق است. کفر اعراض، کفر امتناع، کفر تولی این ضد انقیاد است. کفر نفاق و دروغ شمردن، کفر کذب، این ضد صدق است. انسانی که کسی که ظاهرا عمل میکند، ظاهرا اسلام را به شما نشان میدهد، اما باطنا دروناً اسلام را قبول نمیکند. علما میگن که این انسان کی است؟ یظهر الاسلام یبطن الکفر والرده او والرد. ظاهرا اسلام را نشان میدهد اما دروناً کفر و رد کردن شریعت باطنا نگاه میدارد. این یکم نمودش بود. دومین نمود، انسان در بعضی حالت ها توحید را قبول میکند. می شود که انسان توحید را قبول میکند اجمالاً، اما در بعضی از قسم های توحید جاهل میماند، یا که توحید را قبول میکند اما از توحید جاهل میماند، یا که شک نسبت توحید از او نرفته است، یعنی نسبت توحید شک دارد، یا که شک نسبت طلبات توحید، نسبت ضروریات توحید دارد. این به مانند حالی که به مانند حالی کسانی که پرستندگان قبر هستند، عباد القبور، به مانند بسیاری از مشرکانی که در همین زمان ما وجود دارد. خودشون مسلمان میگن در حالتی که قبر پرستند و مشرکان، غلات صوفی یا که رافضه، غلات اینها و غیره، که اینها در بعضی حالت میگد که من توحید قبول دارم، یا که اصلا رافضه ها توحید اصلا قبول ندارد. ما میگیم به حال بعضی از انسان هایی که خود را مسلمان مینامد توحید قبول میکند اجمالاً، عموما، نه به جزئیاتش. میگد الله یگانه است اما از توحید بی خبر میماند، شک و شبهه به دین وارد میشود و به همین خاطر قبر پرست میشود و از مشرک میشود. و برعکس این، در بعضی حالت انسان معنای توحید را خوب میفهمد، میداند، اما قبول نمیکند و این هم کفر است و صاحبش را کفر میکند. اما این نمود کفر عناد است. بسیاری از کافرهای عرب در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و غیر عرب کفرشان همین کفر عناد بود. ابو جهل، ولید ابن مغیره معنای لا اله الا الله را دانستند، توحید را کاملا فهمیدند، شریعت را فهمیدند، معنایش را کاملا، مقصد شریعت را فهمیدند، توحید را فهمیدند. چه که قصه ولید ابن مغیره معروف است. وقتی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آیات‌های از قرآن را شنید، گفت که این دروغ نمیگوید، مجنون نیست، دیوانه نیست. اما بعد از اینکه قومش مجبورش کردند، بعد رسول الله را ساحر گفت. و به همین جهت سوره مدثر آیت 18 تا آیت 26 25 نازل شد. عموما عرب ها در زمان رسول الله مشرکین فهمیدند معنای توحید چیست، اما قبول نکردند. به سبب قبول نکردنشان کافر مشرک شدند و رسول الله آنها را به قتل رساندند. سوم حالت قبول و دیگر نمودی علاقش به دیگر نمودی شرط ها، در بعضی حالت ها انسان قبول میکند توحید را، یا که میگیم دوست میدارد توحید را. ببینید علاقه قبول و محبت را. در بعضی حالت انسان توحید را دوست میدارد اما قبول نمیکند. این چنین انسان هم بود یا هست؟ بله هست. به مانند هرقل پادشاه روم، یا که به مانند ابو طالب عمک رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینها توحید را دوست می‌داشتند. اهل توحید را ابو طالب، اهل توحید را رسول الله، صحابگان را دوست داشت اما قبول نکرد و به همین سبب کافر است. یعنی یک شرط لا اله الا الله است، دویم شرطش یا یک شرطش نیست، کافر است. یا در بعضی حالت انسان قبول میکند توحید را اما دوست نمیدارد.
تصدیق نمیکند. به مانند منافقین توحید را قبول میکنند، این چون یک قسمی از اونها، اما دوست نمیدارند، که البته این نفاق اکبر است و کفر میشود. و چهارمین نمودی علاقه قبول به دیگر شرط ها این است که در بعضی حالت ها انسان توحید را قبول میکند، اما در توحید مخلص نیست، اخلاص را انجام نمیدهد و این به مانند مشرکان است. مشرکانی که لا اله الا الله گفتند، توحید را قبول میکنند، اما شکننده توحید را ترک نمیکنند، اخلاص ندارند، شرک را انجام میدهند که این شرک تمام شریعت را نابود میکند. این گفته ها به شما دلالت میکند برادران و خواهران بزرگوارم، بارک الله فیکم، که ما باید 7 شرط صحت لا اله الا الله را یک جایه به وجود بیاریم. اگر یکی اش ترک شود، به جای این کفر میاد و انسان کفر میشد. بارک الله فیکم. پس این بود علاقه محبت به دیگر شرط های لا اله الا الله و علاقه دیگر شرط ها به محبت. و مسئله دیگر این است که آنچی که قبول، کلمه قبول در بر دارد، یعنی وقتی که ما قبول میگوییم، همین کلمه قبول شرط صحت لا اله الا الله به خودش چی معنی ها را دارد و از ما چی طلبات ها دارد، مضمونش چیست و چی را در زیر خود دارد. و قبول اصلا در کجای دین باید قبول اصل باشد. اولین جایی که قبول بودنش فرض عین است و انسان به این موحد نمی شود، این قبول در توحید است. قبول التوحید یا قبول در توحید، یعنی بنده قبول بکند به توحید الوهیت را قبول بکند، به الوهیت الله، به یگانگی الله قبول داشته باشد، ربوبیت الله را قبول داشته باشد و توحید اسما و صفات را قبول داشته باشد، یعنی تمام توحید را قبول داشته باشد. این یکمین جایی که اصل توحید است. دومین جایی که اصل قبول است، البته اصل قبول است، این است که موحد قبول بکند رسالت محمد صلی الله علیه و سلم، پیامبر بودن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و آن چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما خبر آوردند، تقسیم یعنی تصدیق بکند و خاتم الانبیا بودن رسول الله، آخرین بودن رسول الله را قبول بکند و آن چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم آوردند، قرآن، این را قبول بکند که این اصل است. اگر این را ترک کند انسان کافر می شود. سومین اصل قبول که ضرور است، انسان باید اسلام را قبول بکند و هر آن چیزی که در درون اسلام است قبول بکند، امرهای الله، نهیهای الله را قبول بکند و همین را دین داند و همین را دین بگیرد و مردم را به سوی همین دین دعوت بکند و همین دین را طلب حل مشکلی قضاوت و قاضی خودش گرداند. دین را طلب قاضی خودش گرداند، تمام مشکلش را با دین حل کند، با دین حکم بکند و به سوی دین برای حل مشکلش رود، تحاکم بکند. چهارم اصل قبول، قرآن را قبول بکند، ایمان به قرآن بیارد، عمل به قرآن بکند، حکم به قرآن بکند، طلب حکم به قرآن بکند. پنجم اصل قبول، هر آن چیزی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آورده اند تصدیق بکند، همه چیز را. ششم قبول، اصل قبول، عقیده الولا و البرا را قبول داشته باشد. تولی المؤمنین، دوست داشتن مؤمنان، نصرت دادن اونها، حب صحابه و این چنین الولا و البرا در درونش چی رو می‌دارد؟ یعنی ولای مؤمنین، دوست داشتن مؤمنین. و بعد از اینکه تولا و تبرع رو بجا آورد، بعد از اینکه حب صحابه، حب مؤمن بجا آمد و این چنین سمع و طاعت را برای امام های مسلمین بجا داشته باشد. و این هم البته از طلبات قبول است، از واجبات قبول است. البته کسی که سمع و طاعه، گوش کردن و اطاعت کردن امام مسلمین و الامر مسلمین رو وقتی که اطاعت نمیکند، این رو ما کافر نمیگیم، اما بینهایت گناه بزرگ است. از همه بزرگترین گناه همین است که انسان ولی الامر مسلمان رو گوش نکند. اما ولی الامر مسلمان رو میگیم ما مثل مرجئه های عصر، مثل مدخلی ها که خودشون رو سلفی میگن، که البته اینها سلفی نیستند، مثل اونها نمیگیم که
همه پادشاه‌های در دنیا بوده اینها ولی الامر است؟ نیست. حتی بعضی از اونها تا به درجه غلو کردند که در کتابشون دیدیم که میگویند سبحان الله حتی پادشاه‌های یهود و نصارا که امروز هستند یا کفار اصلی که امروز هستند همینها هم باید اطاعت کردن، گوش کردن و طاعت کردن این واجب است. البته این غلط است، این سخنی مرجع است و یگان نفر از علما این چیز رو از اهل سلف نگفتند. مذهب صحابه این نبود، مذهب تابعین تبع تابعین این نبود. ولی الامر کیست؟ ولی الامر مسلمان، یک کسی که مسلمان ها رو حاکم می شود یا غیر مسلمان ها رو حاکم می شود و به حکم قرآن و سنت حکومتش رو نگه می دارد و نماز می خواند و مسلمان است و مخالف قرآن و سنت عموما شریعت رو، یعنی مخالف شریعت عموما دیگر قانونی ندارد. اگر در بعض حالت ها همین انسان مسلمانی که پادشاه مسلمان ها است ولی الامر مسلمان است، در بعض حالت، در بعض موضع، در بعض واقعه نازله اگر به حکم غیر الله حکم کند، اگر در بعض حالت باشد، در این حالت ما یک کفر نمیگیم. و سخن ابن عباس هم به همین تحمیل کرده میشد. ابن عباس در زیر آیه گفتند که و من لم یحکم بانزل الله فاولئک هم الکافرون، سوره مائده آیه که معروف است، در اونجا در زیرش ابن عباس گفتند رضی الله عنه کفر دون الکفر. البته بعض علما یا که اکثر علمای محققین این روایت ابن عباس رو ضعیف میدانند که از هشام روایت شده است. قول روایت صحیح این است که از در مصنف ذکر شده است از معمر، از پدرش و همچنین به رسول اکرم صلی الله علیه و آله که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، البته به ابن عباس میراد که ابن عباس در زیر این آیات گفتند این کفر است، یعنی کفر معروف، کفر اکبر است. اما بعضی از علما میگن که دون الکفر رو ابن عباس رضی الله عنه برای چی گفته است؟ برای اینکه اگر یک پادشاه مسلمان، یک ولی الامر مسلمانی که حکومتش رو به حکم قرآن و سنت حکم میکند، کنستیتوسیاش قرآن و سنت است، اگر در یک واقعه به خبر به حکم غیر قرآن و سنت حکم کند، در یک حالت ما برای کفر نمیگیم. به سبب نفسش، به سبب شهوت، به سبب هوا و هوسش بکند کفر نمیگیم. عموما منهج اهل سنت و الجماعت همین است که وقتی که پادشاه شما مسلمان است، ولی الامر شما مسلمان است، نماز میخواند، وقتی که کفری بواه از وی ندیدید، یگان عمل کفری ندیدید، وقتی که حکمش حکم قرآن و سنت است، در این حالت وی را چی میگید؟ اطاعت میکنید. اما امروز همچنین پادشاهی وجود دارد که مرتد نشده باشد یا که حکومتش حکومت دموکراتی نباشد. والله اعلم. به نهایت مشکل است که این چنین انسان را شما یابید. و این بود که به شما بیان میکرد که قبول چیست و در برگردنده قبول چیست. این چنین هفتمین چیزی که ضرور است این نطق کردن با نطق لا اله الا الله و قبول کردن و بیزار جستن از مشرکین و جهاد کردن ضد اونها و کافر دانستن اونها، این هم از طلبات قبول است. و باید بدانید که همین عملها تا روزی مرگ، تا روزی وفات مستمر باشد، دوام دهنده باشد. یگان روز اجازت نیست، یگان روز استراحت نیست، یگان روز دمگیری وجود ندارد تا روز وفات. واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. الله سبحانه و تعالی رو با یکتایی بشناس، اطاعتش بکن تا روز مرگت، تا روزی رفتن از این دنیا. و آنچه که اینچنین به قبول داخل می شود این رضا بودن و تقدیر الله به همه این امرهای الله، به شریعت الله و دوست داشتن شریعت الله. ابن العربی یکی از علمای معروف صاحب تفسیر، البته ابن عربی صوفی نه، این با الف لام، با الف و با لام، ابن العربی در کتاب عرضه الاحفظی در شرح امام ترمذی میگه القبول في ألسنة السلف الرضا، قبلت الشيء رضيته وأردته والتزمته. قبول در زبان اهل سلف، در زمان اهل سلف این چی بود؟ به معنای رضا بود، یعنی باید به همه شریعت الله رضا بشوید و التزام بکنید و اراده پیدا بکنید.
بارک الله فیکم. و اینچنین یک مسئله دیگر این است که چیزهایی که از ضرورات قبول است، وقتی که قبول کردید باید این چیزها هم بیاید. لوازم قبول، چیزهای ضروری قبول: اولا عبادت کردن الله، یگانه الله را عبادت کردن و براءت جستن از شرک. این از لوازم قبول است. وقتی که من قبول کردم، گفتید دین شریعت رو، اما الله را عبادت نکردید، از شرک براءت نجستید، شرک را ترک نکردید، قبول شما دروغ است. دومین چیزی که از ضرورت ترین چیز قبول است، با همراهی قبول همیشه باشد، چیزهای لازمی قبول است، این انجام دادن فرض هاست و ترک نمودن محرمات است. سومین لوازمات قبول این حکم کردن به حکم الله و رسولش و کفر ورزیدن به تحاکم طاغوت، یعنی حکم کردن، مشکلی رو حل کردن، سود کردن، قاضی شدن به حکم الله و رسولش، به اون چیزی که الله نازل کرده است، و کفر ورزیدن و ترک کردن و رد کردن سودهای طاغوتی که امروز وجود دارد. سودهایی که امروز وجود دارد همش سودهای طاغوتی است. این کنستیتوسیون که امروز نوشته شده است همه از کنستیتوسیون یک 4-5 الکگول نوشته شده است. ملحدی، بدینی، یکی از یا که مرتد یا که کفاری که امروز نوشته است، همش اصلش یهودی است. این دموکرات و غیرش همش اصلش یهودی است، ملحدی است و این رو 4-5 الکگول ها نوشتند. امروز میخواند که به سری همه مسلمان ها این حکم را چکنند، به مجبوری ثابت بکنند، اما این چنین نمی شود. اسلام همیشه زنده است و تا روز قیامت زنده میماند و باید من و شما مسلمان ها به همچنین قانون های دموکراتی و غیر دموکراتی، بسر قانون ها، به این میگیم کنستیتوسیا ها، باید کفر ورزیم، اینها رو قبول نکنیم، رد کنیم، به ولش توف بکنیم. تماما قابل قبول نیست. قانون ما، کنستیتوسیای ما، سرقانون ما و غیر سرقانون این قرآن و شریعت است، قرآن و سنت است و دیگرش ما اصلا قبول نداریم. کسی خواست نخواست. گرچنده که مرجئه ها میمیرند برای دفاع حکم غیر الله، برای دفاع دموکراتی، اما این سخنشون غلط است. و این چنین چیزی که ضرور است از لوازم قبول است، موالات کردن مؤمنین، دوست داشتن و نصرت دادن مؤمنین. امروز چقدر مؤمنین هستند که ما حتی به یادمون نمیرسد، دوست نداریم. دوست نداشتن اینجا پروا نداریم، همین بی‌پرواگی هم نبودن محبت است. ای برادرم و خواهر موحدم، آیا امروز تو یک قطره از چشمت ریخت برای برادری و خواهری مظلومت؟ یک قطره آب دیده به خاطر برادرت ریختی؟ آیا در طول عمرت که داری 20 سال و 30 سال زندگی کردی، آیا یک مبلغ معینی را برای مظلومین مسلمان صدقه کردی؟ جدا کردی؟ آیا برای برادران و خواهران مسلمانت یگان سخن، یگان عمل، یگان کار انجام دادی؟ سبحان الله. امروز مسلمان ها غیر از شکم خود دیگر چیز را الله المستعان قریب که فکر هم نمی کنند. خودم باز خودم، پروا ندارد. و همین سبب ضعیفی عقیده است، سبب نبودن عقیده است، سبب ضعیفی قبول است. باید دوست بداری و باید نصرت بدی و باید دشمن رو بعد ببینی، مشرک کافر رو، و باید دشمنی بکنی. پنجمین چیزی ضروری قبول این بزرگ شماردن شریعت الله، اکرام کردن دین و دوست داشتن دین است. بزرگ شماردن شریعت الله، ظاهرا نمودار شدن به شریعت الله، عمل کردن به شریعت الله، چنگ زدن به قرآن و سنت، به قول صحابه، و ترک نمودن دیگر از بدعت ها و رد کردن اهل بدعت، رد کردن فرقه های باطل، نترسیدن و به خاطر الله خدمت کردن. و ششمینش این پیرو شدن به رسول الله صلی الله علیه وسلم، اقتدا کردن به هدی و منهج و راه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، متابعت کردن به رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. ان همین چیزهایی که ما به شما ذکر کردیم، از 6 چیز، اینها لوازمی، چیزهای ضروریه که باید با همراهی انسان موحد قبول کرده بوجودد. این چیزها چیزهای شرط ها و ضرورترین چیزها و لوازم، چیزهای لازمی
قبول است و قبول شرط ششمی صحتی لا اله الا الله محمد رسول الله است. پس با همین این حلقه رو به پایان میرسونیم و باذن الله در حلقه آینده باقی مانده از مسائلی که تعلق به شرط